شطور بابا آنجلا. بده اون دسته چارج غلام حسین. از خود سید اسماعیل تا ته همین حضور همه میدونن اکبر آقا بیسواته. این که دیگه مورد کشفیات نبوده. کریستوف کلام بی‌ثباته، ولی تو چاک انداختن هیچ کی حریفش نیست. واسه همین مو رو حماس میکشه، پشه رو هوا چارنل. دوتاش اکثرا میشه 4 تا، ولی به صفرش 10/1. یه موقعی ابخامنار تا ته مولوی رو سیبیل ما قسم میخوردن، ولی حالا دیگه هنامون رنگ نداره. اونایی که ما زدیم شما رو میزش میرقصیدی. حالیته حکایت من و شما مهندس بعد از این حکایت اون بابایی است با اون کلاق ما تد دریده.